با همش صبر کردم، چیزی نگفتم، اما این نمی شود. ما با شما چیکار کردیم؟ چرا با ما چسبیدیم؟ هیچ کس به شما نچسبیده است چیچک جون. پس چرا با پدرم نیرنگ میکنید؟ چرا دروغ میگویید؟ پدری تو پدری من هم هست. بین من و تو یگان فرقیت نیست. نگاه کن، ما نه این خیلی اویلای خوشبخت بودیم. شما از کجا پیدا شدید؟ چرا در اینجایید؟ میدونم که این را به آسانی اعتراف کردنت ناممکن است، اما من و تو اپا و خواهریم چیچک. من خواهری تو نیستم. ولی من اپای تویم چیچک، اما رفتار درست. تو مرا اعتراف نکنی به تو اپاگی کردن نمیتوانم. هیچگاه اعتراف نمیکنم. بیبیم به من فهموندن به حیاتی ما بخیلی دارید، میخواهید که مثل ما زندگی کنید. فهمیدم. تو برای صحبت اینجا نآمده ای. بهترش من تو را به خانه اتان ببرم. در کار نیست، خدا میروم. چیچک، چیچک، چیچک. چیچک ایستو. تو را دیدن نمیخواهم. چه خیلی که آمده باشم همان خیلی میروم. میدونم، البته تو خودت رفته میتوانی، اما من خواطر میشوم. میلش این طور باشد با پدرم زنگ میزنم، او آمده تو رو ببرد. با پدرم زنگ نزن، نمیخواهم. زود باش. چیچک، چیچک انتظار شو. چیچک میخواستی. چیچک، چیچک. چیچک، چیچک ایستو. چیچک، چیچک، چیچک. تو چی دیوانه هستی سرم رو با بالا گرفتار میکنی؟ با جای عذر پرسیدن بازداد میزنی ها؟ در اینجا سرعتی بلند ممکن نیست. محمدانگی نکرده این کودک رو احتیاط کن. تمام چیچک جان گذشت. خوب هستی؟ مرا سردی. چیچک، چیچک. در آنجا دکان است، از آنجا آب گرفته می آیم، فهمیدی؟ وقتی فهمیدم که به استانبول آمده ای به تو زنگ زدنی بودا. زنگ زدنی بودی؟ یعنی فکر داشتم که نه آمده ای هیچ جورو نمیدونی شاید کمک رسونه. خیر زنگ میزدی؟ آخر رقمت رو نداشتم، من هم بی‌ادبانه پرسجو کردن نخواستم. خیر تلفنت رو دی؟ قوای بطاریش تمام شده است. قلم داری؟ این رقمی من است. هر وقتی که خواهی زنگ زن. زنگ میزنم. خیر من رفتم. قادر، قادر ایستا. قادر پسرم خوب هستی؟ مرا خواطر کردی؟ خوب هستی؟ خوبم. با تو یگان ضرر نرسید؟ با سرمون اینقدر بلا آوردی که صفت. وقتی که ریزو بنزین گفت دلم قریب بود که میکفید. مادر همش خوب است، خاطر نشوید.
باز این دیوانه با تو چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ قادر یگان گناه ندارد. تو خوب هستی پسرم؟ من خوبم. پسرم چی شد با تو؟ سوزن بیا کمی صحبت کنیم. مرا در همینجا انتظار شو مایلش. چی میگویی؟ بیا. یلدا رفته. برای چی به من خبر ندادی؟ برای چی به من زنگ نزدی؟ مادر بیایید رویم بعد میفهمم. چی شد؟ تو نقل نکنی از اینجا به اونجا قدم نمیمونی. کمال میخواهم که در نزد پسرم باشم. با کجا میرویم؟ کمال راهگر دستم رو سرده. کمال سرده. از اینجا با اونجا سرتون کردنت بس است. کمی پیشتر پسرمون مرد. در همین جا ایستاده به سرش بنزین ریخته خود را آتش زدنی بود. مرا میشنوی؟ به چشمانم نگاه کرده پدر تمام گفت. پدر الوداع گفت و خود را آتش زدنی شد. تو این را میفهمی؟ اگر در وقتش آمده نمیتوانستم خودش را آتش میزد. قادر نیز همین جا بود. تو این را میفهمی یا نه؟ مرد این کارو نمیکند. کرد و با گناهی تو گفته ای که به این همه تو گناهگاری. پدرت با گناهی تو عیله دار می شود. تو گناهگاری گفته ای. چیزی که شده باشد سببدارش تو هستی. سوزن سفسطه نگو لطفا. دروغ است. دروغ است. من به خاطر مرد جدا نشدم. جدا شوید مادر. غرورتان را پایمال نکنید مادر. شما به من باور کنید. من نمیگذارم که پدرم عائله دار شود. تو به من اینها را نگفتی. چی شد؟ چی شد؟ ما اینجا تا فکر کردیم که پدرت آنجا رفته نقشه هایش را عملی ساخت. آیا مانع شدنی تو همین است؟ من سخت غمگین بودم. اصلا سخت در غضب بودم. گفته هایم رو پورا در یاد ندارم. در غضب بودی؟ با چه گفته بودی که به احکاد گردت را داده نمیتوانی؟ مثل همان؟ کمال قادر را در وقت جراحی کشتنی بودی مثل همان؟ کمال گفتم تو غمگین بودم. اگر در وقتش نمی آمدم با چه حوال گرفتار می شدیم میدونی؟ عقلت را کار فرما. یا عقلت را کار می فرمایی یا این که من برای حمایه فرزندانم راهی پیدا می کنم. برای تکرار نشدن این حالت تمامی راه را می سنجم. باید پسرم رو ببینم. من به نزد مرد می روم. مرد خوب هستی؟ با من عوض. خوب هستی؟ تو خودت رو که نشموری گم شو. حیوان درست گپ زن. درست گپ زن وگرنه اون بنزین رو گرفته خودم تو رو میسوزونم. پسرم تو چه ها میگویی؟ آرام شو. مرد پسرم این کار به سرت چی طور آمد مرد؟ چون این فکر رو به عقل تو از کجا می آید؟